حالا شده از خودت بپرسی چرا خوشحال نیستی؟ با وجود اینکه به خیلی از خواسته هامون رسیدیم ولی انگار ته دلت یه جایی هنوز خالی، احساس خلأ میکنه و خوشحال نیستی. چرا حتی وقتی ظاهر زندگیمون خیلی بهتر شده اما تو عمقش کمترین خوشحالیه رو، کمترین بهتر شدن رو احساس میکنیم؟ چرا با وجود تمام پیشرفت‌ها آمار اضطراب، افسردگی، حتی احساس پوچی و بی‌معنایی زندگی داره بالاتر میره؟ امروز میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم که خیلی برای خود من پیش اومده که یه چیزی رو واقعا میخواستم و براش خیلی تلاش کردم، شاید حتی 1 سال 2 سال براش تلاش کردم و وقتی بهش رسیدم خوشحالم نکرده. حتی این قضیه طوری بوده که من توی اون مسیر هم خوشحال نبودم، همش اضطراب داشتم، افسرده بودم که اگر این نشه چی؟ و وقتی اون اتفاق افتاد من اینجوری بودم که خب از الان به بعد چی؟ حالا باید چی کار کنم؟ پس امروز میخوام راجع به این حرف بزنم که چرا دیگه خوشحال نیستیم. اول از همه خیلی خوش اومدید همگی دوستای عزیزم به چنل کمن تاکس. من واقعا از استقبالتون از ویدیوهای قبلی شوکه شدم، فکر نمی کردم که انقدر استقبال داشته باشید. خیلی خوشحال شدم. ممنونم از تمام نگاهاتون، تک تک کامنت هایی که گذاشتید، خیلی خیلی ممنونم. امیدوارم که بتونیم کنار هم یه کامیونیتی خوب تشکیل بدیم و هممون در کنار هم برای بهتر شدن تلاش کنیم. ولی توی این ویدیو میخوایم چند قدم بریم عقب‌تر و به چیزهایی نگاه کنیم که دیگه به عنوان یک نیاز انسانی جدی گرفته نمیشن و در واقع همین ها هستن که باعث میشن ما دیگه خوشحال نباشیم. در عین پیشرفت کردن، در عین بهتر کردن زندگیمون ما اون احساس خوبه رو نداریم، اون حس شادیه رو نداریم. نظریه اولی که میخوام راجبش حرف بزنم افسانه شادی دائمیه. فکر کنم از اسمش مشخصه دیگه، افسانه شادی دائمی. روانشناسی مدرن تا مدت‌ها فکر می‌کرد که شاد بودن یعنی نداشتن احساسات منفی. اما خب مارتین سلیگمن که بنیانگذار روانشناسی مثبت‌گرایه توی کتاب خودش، کتاب فلوریش، به ما یه معنی دیگه از شادی رو نشون میده و میگه که شادی فقط احساس مثبت داشتن نیستش. شادی یعنی موفقیت. شادی یعنی روابط خوب با بقیه داشتن. شادی یعنی معنا پیدا کردن و حتی درگیر بودن آدمی هم توی روزمره یا کاراش میتونه به عنوان شادی معنی بشه. من خودم اینجوریم که فکر میکنم همیشه باید شاد باشم، همه چیز در عالی ترین و پرفکت ترین شکل خودش باشه. اما خب حقیقت اینه که مغز انسان برای بقا طراحی شده، نه برای اینکه همیشه شاد باشه و همیشه بخنده. دقیقاً مثل یک ترموستات احساسی، مغز ما بعد از هر موفقیت، بعد از هر اتفاق خوشحال کننده‌ای که برامون میفته باید به حالت تعادلش برگرده. یعنی باید بره روی اون مودی که برای بقا داره میجنگه. و به این اتفاقی که میفته و به این عملکردی که مغز ما داره میگن عادت لذت محور. در واقع هر چقدر ما بیشتر دنبال شادی میدویم اون انگار داره از ما فرار میکنه و از ما دورتر میشه. چون شادی یک مقصد نیست، چون شادی یک اتفاق خوب نیست، چون شادی رسیدن به یک خواسته نیستش. شادی در واقع همون تعادلیه که ما بین زندگیمون و معنایی که براش پیدا کردیم برقرار میشه. این که من از کتاب‌های مختلف اسم میبرم یا مقالاتی رو معرفی میکنم به این دلیله که دوست دارم هم منبع حرفای من رو بدونید، همین که اگر نیاز داشتید که خودتون مطالعه بیشتری داشته باشید برید این کتاب‌ها رو بخونید. البته من این کتاب‌ها رو به صورت PDF و زبان انگلیسی میخونم. واقعا نمیدونم که حالا ترجمه فارسیش موجوده یا نه، ولی من اسمشون رو براتون میگم. توی کتاب The Art of Happiness دالای لاما که نویسندش هست میگه که هدف زندگی خوشبختیه، اما خوشبختی از بیرون و اتفاقات بیرونی نمیاد. خوشبختی از درون انسان ساخته میشه، از درون خود تو ساخته میشه. پس اگر ما این انتظار رو برای خودمون ایجاد کردیم که همیشه باید خوشحال باشیم، همیشه باید پرفکت باشیم،
این بدتر باعث ناامیدی ما میشه. خب چون زندگی واقعیه و سختی هایی وجود داره توی زندگی که باعث میشه ما هر روز هر لحظه خوشحال و شاد نباشیم. میدونم که برای شما هم پیش اومده که در طول یک روز احساسات مختلفی رو تجربه میکنید و اصطلاحا ما بهش میگیم مودی بودن. اما این در واقع مودی بودن نیستش. این مغز ماه که میخواد برگرده به حالت تعادل خودش. در واقع میتونیم شادی رو اینجوری معنی کنیم که شادی یعنی کنار اومدن با نوسانهای زندگی، نه اینکه اونها رو حذف کنیم. باید گاهی به خودمون اجازه بدیم که غمگین باشیم، چون این خود زندگیه و اگر ما همیشه خوب باشیم، همیشه متعادل باشیم، همیشه بخندیم، دیگه اون خنده ها تبدیل به عادت میشن برامون و لذتی از اونها نمیبریم. پس گاهی لازمه که ما غمگین بشیم تا تفاوت اون حال خوبه رو با اون حال بده متوجه بشیم. بخش دوم، مقایسه قاتل شادیه. تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا نشون داده که استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی با افزایش اضطراب و افسردگی ما داره، چون ما داریم چیزی رو میبینیم که اصطلاحاً بهش میگیم زندگی ادیت شده. جوهان هری در کتاب خودش Lost Connections میگه که ما در جهانی زندگی میکنیم که مردم دائما در حال مقایسه کردن خودشون با دیگرانن و در نتیجه کمتر از همیشه احساس رضایت دارن نسبت به چیزی که هستن، نسبت به چیزهایی که دارن. الگوریتم‌های دنیای مدرن طوری طراحی شدن که ما رو مجبور کنن که خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم و این مقایسه در خیلی از موارد به ضرر ماست، چون باعث میشه که ما احساس بی‌ارزش بودن، احساس ناکافی بودن و احساس عقب افتادن از بقیه رو داشته باشیم. میدونم که خیلی از این احساسات برای شما هم آشنان، چون خود من به شخصه وقتی که میرم اینستاگرام و حالا با حساب شخصیم مثلا میرم تو اکسپلور میچرخم و اسکرول میکنم، بعد از نهایتا یک ربع به طوری انرژی من میفته که اصلا انگار که من قبلش یه آدم خوب بودم که اصلا انگار قبلش من حوصله داشتم. خیلی بی حوصله میشم، خیلی بی انرژی میشم. یه جمله خیلی معروفی هستش از یه استاد روانشناسی خیلی بزرگ که میگه مقایسه باعث شرم میشه و شرم دشمن شادیه. وقتی تو خودت رو با دیگران مقایسه میکنی همش احساس شرم داری که خب من کم گذاشتم واسه خودم، من بیشتر از اینها میتونم تلاش کنم، من بیشتر از اینها باید تلاش کنم، من باید بیشتر خودم رو بکشم که به یک چیزی برسم. ببینید ما توی دنیایی زندگی میکنیم که دائما داریم موفقیت و خوشحالی های بقیه رو میبینیم، اما شکست هاشون و درد هاشون رو نمیبینیم و مغز ما متوجه این قضیه نمیشه همیشه. شاید اگر بشینید بهش فکر کنید به این نتیجه میرسید و در حالت اتومات مغز ما هر لحظه به این نتیجه نمیتونه برسه و اینو نمیتونه یادش باشه و این باعث میشه که ما خودمون رو با یک تصویر ناقص از زندگی بقیه دائما مقایسه کنیم و شادی دقیقاً از وقتی شروع میشه که تو خود واقعیت رو بپذیری و بدونی که برای مقایسه یا مسابقه نیومدی. ما با بقیه توی مسابقه نیستیم، پس ما برای رقابت نیومدیم، ما برای رشد کردن اومدیم و مسیر رشد هر کس با یک شخص دیگه متفاوته و ما برای رشد خودمون نیاز به صبر، تمرین و پذیرفتن خود واقعیمون داریم. بخش سوم، تنهایی مدرن. ترین تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده دانشگاه هاروارد انجامش داده و متوجه شده مهمترین عامل شادی در زندگی یک انسان روابط انسانی و معنی داره. الان همه چی معنی میده، درسته؟ یعنی ما اگر به نسل پدر مادرهامون و قبلتر از اونها نگاه کنیم میبینیم که خیلی خوشحال بودن، واقعا آدم‌های خوشحالی بودن، اندازه ما دغدغه‌مند نبودن، اندازه ما فکرشون درگیر نبود، ناراحتی نداشتن و خیلی راحت زندگی میکردن. درسته زندگیشون سخت بود، اما گفتم اون سختی هم
قسمتی از اون شادیه بود و با اون سختیه اوکی بودن، چون روابط انسانی خیلی قوی داشتن، چه با خانوادهشون چه با بقیه. بزرگترین مشکلی که ما الان داریم دقیقاً همینه. هر چقدر تکنولوژی بیشتر میشه و پیشرفته تر میشه، روابط عمیق و واقعی کمتر میشن. خب یه چیز طبیعیه. ببینید ارتباطای ما الان سطحی، بی‌عمق و سریع شده. درسته که تعداد فالوورها بالا رفته، اما لمس دستها، اون حس امنیت وقتی که شما میرید مادر بزرگتون رو بغل میکنید، وقتی که شما مادرتون رو بغل میکنید، اون احساس، اون خنده های واقعی گم شده. چیز قشنگی که از کتاب سوشال خوندم میگه که مغز ما ذاتاً اجتماعی طراحی شده و این اجتماعی طراحی شدن رو شما توی مثلا 50 سال گذشته با الان مقایسه کنید دیگه. خانواده ها تعدادشون زیاد بود، تعداد بچه ها زیاد بود، اکثر وقتا دور هم جمع می شدن، بازی می کردن، می خندیدن. آدم ها بیشتر وقتشون رو با آدم های دیگه می گذروندن. اما الان همچین چیزی نیستش. تنهایی مزمن، یعنی تنهایی که این دنیای پر از تکنولوژی برای ما به وجود آورده، مثل درد فیزیکی توی مغز ما ثبت میشه. ما نه تنها از آدم‌های دیگه الان جدا شدیم، بلکه از خودمون، از طبیعت و از تمام حس‌های خوبی که داشتیم هم جدا افتادیم. حس تعلق، اینکه شما به یک جایی تعلق داشته باشید، به یک خانواده‌ای تعلق داشته باشید، به یک سری از افراد تعلق خاطر داشته باشید، بهترین حسیه که انسان میتونه تجربه کنه و منبع واقعی شادی هم همین حسه. و وقتی که الان این نیاز ما کامل برآورده نمیشه، واقعا کامل برآورده نمیشه دیگه، شاید در حد 30% تا 50% برآورده بشه، این احساس بی‌معناییه و سردرگمیه هی توی ما زیاد و زیادتر میشه. پس اگه میخوای که حالت تغییر کنه و بهتر بشی، به نظرم برای خودت هدفهای مادی متنوع نذار. درسته که اونها قشنگن و رسیدن بهشون خیلی جذابه، اما سعی کن که با بقیه ارتباط بگیری. حتی یک ارتباط عمیق در طول هفته میتونه حالت رو بهتر کنه. دلیل بعدی این که چرا احساس شادی نمی کنیم اینه که ما با معنا قطع ارتباط کردیم. ببینید انسان طوری طراحی شده که میتونه سختی های خیلی خیلی زیادی رو تحمل کنه، در بین اون سختی ها حتی پیشرفت هم کنه، اما فقط در صورتی که معنایی برای اون سختی ها داشته باشه. امروز ما بیشتر درگیر موفقیت های بیرونی مثل پول، ظاهر، شغل و حتی فالوور و شبکه های اجتماعی هستیم، اما اینا بدون معنا خالی‌اند، پوچن و حتی رسیدن به اینها حال ما رو خوب نمی‌کنه اگر معنایی در پشتش نداشته باشه برای ما. معنا یعنی این که بدونی که چرا صبح قراره پاشی، چرا قراره فلان کار رو در طول روز انجام بدی، چه چیزی برای تو ارزشمنده و چه چیزی به تو احساس ارزشمندی میده. برای چی حاضری بجنگی و خیلی بیشتر از اینها تلاش کنی؟ برای چی؟ وقتی معنا نباشه هر کاری بی هدف میشه و بعد از انجام دادن اون کاره و رسیدن به اون مقصده ما باز هم احساس پوچی و نارضایتی رو داریم اگر معنایی از قبل براش تعیین نکرده باشیم. و ببینید معنا قرار نیست که حتما چیز بزرگی باشه، میتونه یک چیز کوچیک باشه و میتونید از چیزهای ساده شروع کنید، مثل کمک به دیگران، یعنی من این کارو میکنم که به دیگران کمک کنم، مثل یاد گرفتن یک مهارت، خندوندن یک آدم دیگه، مثل لبخند آوردن روی لب یک آدم دیگه. پس شاید وقتشه که این ویدیو رو پاس کنی و از خودت بپرسی که من برای چی زندگی میکنم؟ هدفم چیه؟ حتی یک هدف کوچیک هم میتونه تغییرات بزرگی ایجاد کنه توی یک انسان. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. میخوام برم سراغ یک نتیجه گیری کلی و چند تا تمرین بذارم که انجام بدیم و با هم بهتر بشیم و یاد بگیریم که شادتر باشیم و معنای واقعی شادی رو بیشتر درک کنیم. ما خوشحال نیستیم چون گم شدیم بین تبلیغات ها،
بین فشارهای شبکه‌های اجتماعی، بین الگوریتم‌ها، سرعت زیاد زندگی و سر و صدای زیاد بقیه باعث شده که ما گم بشیم و صدای خودمون رو دیگه نمیشنویم. اما میشه که قدم به قدم این صداها رو برگردوند و بلندترش کرد. هیچ فرمول جادویی وجود نداره. فقط با توجه و صبر کردن و تمرین خیلی زیاد میتونیم این کار رو انجام بدیم. تمرین اول رو اسمش رو میذاریم بازگشت به درون. هر شب قبل از اینکه بخوابی 3 چیز که حالت رو خوب کرده در طول روز بنویس. حتی اگر خیلی چیزهای کوچیک باشن، مثل خوردن یک لیوان چایی مثلا با شکلات. حس خوبی بهت داده. درسته؟ اینو بنویس. این تمرین به مغزمون کمک میکنه که بیشتر روی چیزهای مثبت و حال خوب کن، حتی اگه کوچیک باشن، تمرکز کنه. دومین تمرین، ارتباط واقعی. این هفته با یه کسی که شاید خیلی وقت ازش بیخبری ولی آدمیه که دوستش داری، تماس بگیر. حرف بزن باهاش. یا اگه برات ممکنه برو حضوری ببینش. چون ببینید خب دیدار حضوری ارجحیت داره به تماس و پیام. اون لمس، اون دیدن خنده، اون ارتباط چشمیه خیلی قشنگتره و خیلی حال خوب کنتره. تمرین سوم، معنا رو بساز، نه اینکه دنبالش بگردی. از خودت بپرس چی منو زنده نگه می‌داره؟ برای چی حاضرم وقت بذارم؟ یه پروژه کوچیک براش شروع کن. حتی شده یک دفترچه شخصی بساز یا برای انجام یک کار اجتماعی داوطلب شو. برای خودت معنا بساز. تمرین 4 که احساس میکنم از همشون موثرتر بشه، رژیم دیجیتال هست. 1 روز در هفته رو، اگر نمیتونی 1 روز کامل، یه نصف روز یا چند ساعت رو اختصاص بده به اینکه از هیچ وسیله دیجیتالی استفاده نکنی، حتی تلویزیون و فیلم دیدن. دیگه چه برسه به شبکه‌های اجتماعی و غیره. و توی اون روز کتاب بخون، قدم بزن، به خودت برس و حتی شده کمدت رو بریز، مرتب کن. اما هدف اینه که با هیچ وسیله دیجیتالی در ارتباط نباشیم. شاید که نه، قطعاً بعد از انجام این تمرینات و حتی پیشرفت کردن توی این مهارت شادی، تایم هایی پیش میاد که باز هم ما ناراحت میشیم. اما خب شما دیگه الان دلیل اون ناراحتیه رو میدونید و براش معنا میسازید و این خودش یک نوع تمرین برای شاد بودنه، برای متعادل بودن مغزمونه. خیلی ممنونم که توی این ویدیو هم همراه من بودید. اگر این ویدیو رو دوست دارید و دوست دارید که جمع ما بزرگتر بشه، حتما سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. ممنونم.